سلام بچه. آقا ما به زور آقای علی آوردیم کجا؟ جایی که دوست نداره. در گوساله میگم 10 روزه نه. اینجا کجاست خودت بگو. اوب. سرزمین عجب. اوب نی. ما راجع بگیم اوب نی یاری. بلندم نگالا میزنم. اوب نی. Shut the fuck up. باشه داشت فهمیدم. مشکلی نداره. اومدیم پارک دانشجو. از این جایی که عقبا سره چه دوستی؟ نداره. منم که ممتنی فقط دنبال موضوع. آره ساعت بگید از ساعت 9 صبح 9 صبح بریم پارک تئاتر شهر پارک دانشجو تئاتر شهر خوب نی بس از قهر توی صورتش ببر مثلا حرفی زدن مثلا گفتم پارک دانشجو تئاتر شهر گاید ما رو این چرخی بزنیم میرسی اصلا نگاه تو اون ور نگاه کن چی هست اون ور زمین خالیه میخوان فوتبال کنن تو اینجا نگاه همش هم اون دید منفی که تو داری نیست الان بچه باور میشه علی کلافه است علی که همچه کسنمه که تو ویدیو کلافه هم علی کلافه چلافه علی کلاته چی بگیم ما به دوربین رو جلوش کن دایی از جلو بگیر اندر احوالات گربه ها این که داره میخوره خودش چی میگه؟ چطور زیاد خوبی زیاد بکنم هستش جمال باز جنده دنبال جنده بگردیم شاید پیدا کنم جندیگیه بر خودش این پاک پسر میگفتی دوباره همه شهر عذابی آره ما اومدیم اینجا ایوان ما خدای چه کرد محترمی بودیش گفت اینجا هم سرویس فیتوش داره بچه هم کتابخونه اما علی هنوز معتقد که اینجا کتابخونه ابنخونه سرویس بدهشی جای گایده بیرو بگیر دوستان عزیز معتاد هستن که با خمار نشه کرده زندگی خود را میگذرونن این نکته دیگه نظرت از دوره 10 تا 0 چند میدی؟ منفیه داداش دیگه نداری هم پاکش خوبه برای جاش میشه پاکش خوبه آدم خوب وقتی یه جا رفته بودیم تمام پیرمردا جوال باز بچه تندیسه کیه به نظر؟ تندیس جمال باز رو نظر تندیس جمال باز ببینیم چیش ببینیم بیا شهر سید حسین علم الهدا سید حسین علم الهدا از اسمش بچه بازدن داره میریزه صدو خوب ببینید شما درست میشو بگید ما تا نکنیم ول نمی کنیم ما تا اینجا کسی رو نکنیم آره ما یه چیزه بکن بریم و تو ذهن علی داره شجریان یا آهنگ چی بود؟ علی بخوا علی برامون بخوا بزنه بریم جای خوب بخونه مهدی شهباز محمود سوار نظر محمودا محمود میدونی محمود گفت یادش چی افتادم؟ محمود آره محمودی به علی ها خوب با فردی که مشاهده میکنید یک جمال باز قدر قوی پرقدرت و رتبه‌دار است این جمال باز جمال های تعداد بالایی رو تو کرده و به ثمر رسونده جمال is the best boss